سلام بیننده عزیز گرامی ام. حالا ما در شهر مشهد جمهوری ایران هستیم، در هتل نجف اشرف هستیم. کنار ما استاد دکتر هستند. حالا میخوام نظریه استاد رو در باره این همایش و البته حاشیه همایش هست که ما میخوایم فکر اندیشه‌اش رو بگیریم در این قدر سفرهای درازایی که ما با هم بودیم و در گوناگون مناطق کشور ایران ما نشست‌های علمی بود، علمی فرهنگی، صحبت با علمای طب بود، اندیشمندان طب بود، هم از این دیار هم از دیار خودمان. استاد من نمیخوام زیاد صحبت کنم، میخوام صدای شما رو بشنویم و فکر اندیشه خودش رو کم درباره حالتهای سفر و درباره دیگر خوبی های سفر خودش میتونید کم احساس معلومات بدید. خوب رحمت برای سخن دادنتون. بیشتری که در تمام پیش آمد گفتیم روز 18 دکبر کنگره بین الخلقی طبیبان و نویسندگان در شهر همدان برگزار گردید در دانشگاه طبی شهر همدان. در اونجا نمایندگان مملکت ایران با راهبری ریکتور دانشگاه و چند نام عالمان سالی طب و این ایران اشتراک کردند. نمایندگان عالمان، طبیبان، نویسندگان تاجیکستان اشتراک کردند. بسیار صحبت پرمفتاح شد. تکلیف کردند که همه که صحبت‌ها همه که جمع‌آمدها بسیارتر شود، بین مردم فارس‌زبان رفت و آمد خوبتر شود. درباره تجربه‌های همدیگر درباره طب، درباره گیاه‌درمانی، درباره طب خلقی و همدیگر معلومات دهیم. برای همین بعد این ما به بیمارخانه سینا رفتیم، بیماران عیادت کردیم. بعد اونجا ما برای سفر بروندیم به مشهد مقدس که زیاده از 1700 کیلومتر راه است. در راه من به فکر افتادم که ما اتوبوس قشنگی که مثلا هم شرایطش های انا راههای هموار و زیبای مثلا روشن اینای ایران راه رفتیم. بعد من فکر کردم که همین حالتند اولی ابن سینا 1000 سال پیش همین از خود بخارا سر کرده با تعقیب سلطان محمود غزنوی و دیگر بدبینان عالمان. ابن سینا به مسافرت مهاجرت میبرد از بخارا به خوارزم، از خوارزم به گرگان، از گرگان به ری، آخران اومده در همدان جای میگیرد و سال 1037 در سن 57 سالگی وفات میکند. من فکر کردم که اگر که ابن سینا 57 سال عمر نمیدید و برابر ما اقلا 70-75 عمر میدید، اون کس چقدر بیمارا رو توبت میکرد، چقدر اثرهای باشگاه برای همه مردم دنیا مینوشتن. همون به انا برای همین افسوس میخورم. برای همین من جوانان رو تشویق میکنم که همه وقت در این شرایط حاضر استقلالیت جمهوری تاجیکستان کتابخانه کنن، کتابدانی کنن. خودی یک برنامه بود که تلویزیون تاجیکستان همدان، یعنی که همدان شدن همه علمای زمانه رو اصول کنن که علمای خصوصا دقیقی که تاجیکستان در پیش شده تاجیکستان. نظریه خود شما کمی میخوام الهه کنم در نظریه که استاد ذکر کردن. در حقیقت راه دادیم بعضی همراهای ما خیلی تاسف از خستگی میکردن که ما کی میرسیم، با مسئولین سوال میگذاشتن آقا ما کی میرسیم کی میرسیم. یک 30 ساعت تقریبا راه بود از همدان تا مشهد با تنفس‌هایش، البته با نظر تنفس‌هایش. استاد کمی چند میز که جلوتر پیشتر نشسته بودن میگفتن خیلی ما به صبر و به طاقتیم. دوره پیش بزرگان با اشتر و با اسب‌ها روزها ساعتها، روزها البته ساعت نه روزها ماها رو سفر طی میکردن با صبر با تمرین. امروز جوانان چرا شما به صبر؟ اتوبوس زیاد قشنگ خوب، همه شرایط خوب، آب میدهن، خوراک میدهن، سیر و گشت. استاد همین گپا را تشویق میکردن جوانان را که با صبر باشه. بالاخره رسیدیم بین مسئولین. تشکر از مسئولین میکنم، مسئولین که ما را در خدمت الهه برامون با شما صحبت میکنید. ما به خاطر بالودگی خستگیمون بحر اینجا بودن بازندران چه بحر زیبا، صبح زیبایی که ما در ما شلپه صدای بحر، نهر زیبای اون بحر ما بازندران
خستگی خود را بهتر. استاد صحبت را دوام دید. با چه خوبی‌هایی در سفر یا همین که ما چند قدر مردم ایران کتاب خوردیم، چقدر بچهای جوانان کتاب خوردیم، همش نسبت به محبوبیت جناب عالی پرزیدنت داشتن که محبوب ترین پرزیدنت دنیا امام علی رحمه گفته صورتشون در تلفن‌هاشون گرفتن دیگر که بسیار آبروی افتخار ما بلند شد. برای همین غیر از این ما بچهای مکتب خوان صنف 4 و 5 و 7 هم صحبت شدیم بعضی سری راهی همه شعرهای حافظ جمعه خیام رودکی رو میدونم. بله. اما خواهش میکنم که بچه های ما جوانان ما خوانندگان مکتب از همین فروغ صوبی دانایی کتاب دیگر آزمون ها استفاده کرده همین دانش خود را درباره سخندانی درباره شعردانی شعرنویسی زیاد کنم. غیر از این روز 18 ما در برج تلویزیون تهران که 480 متر بلند است ما در همونجا با انا روز تولد رجب محمد مدینه رو در موج بسیار خرسند شدم. بسیار یک روزی که بسیار این برای آدم هر وقت میسر نمیشود. برای همین برای این کس تمامی همه وقت سلامت باشند، تمامی نیکی‌های زندگی رو به این کس آرزومندم. خواهش از خدا طلب میکنم که همین سفر ما رو به خوبی به انجام آمد، صحت سلامت به وطن برگردیم. سلامت زنده باشید. ما در اینجا سخن رو با تشکری به اتمام میرسونم. بنده استاد کنگی در برج ملی تهران که بنده رو مسئولین متصدیین آقا علی عبدالفتاحی نادری و آقا امیری که دست ایشان در نبینه، ما حتما خیلی خود را در نزد اینها قرضدار حس میکنیم به خاطر که خدمت اینها را تو تاجیکستان بکنیم. انشالله که بنده آمادم هر ایران زمینی و هر شخصی که تاجیکستان میام ببینم خدمتش رو میکنم به خاطر این عزیزان و بزرگان خودشون که بیان خدماتشون بالا دیدگان ما از مسئولین و استادانی که در همایش ها سخنوری کردن بنده جوان از صمیم قلب سپاس و تشکری خود را بیان میکنم. پروردگار را ما را همه وقت موفق بگرداند. در سفرها با همراه استادان موفق باشید. ما را منتظر باشید با صحبت دیگر. استاد سلامت.